الحمدلله ما امی لحظه بر سر قبر عثمان ابن عفان رضی الله عنه هستیم. عثمان ابن عفان از جمله خلفای راشدین و سومین خلیفه راشد اسلام است رضی الله عنه. و عثمان ابن عفان رضی الله عنه داماد رسول الله صلی الله علیه وسلم است که رقیه با او ازدواج کرد و در سال دوم هجری رقیه بعد از عودت رسول الله از غزوه بدر رقیه وفات کرد و به می خاطر بود که عثمان ابن عفان به غزوه بدر شرکت نتوانست و بعد از او رسول الله صلی الله علیه وسلم دختر دیگر خود را به نام ام کلثوم در عقد نکاح عثمان ابن عفان داخل ساخت و عثمان ابن عفان رضی الله عنه بعد از او هم در سال 8 هجری وفات کرد و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که اگر من دختر دیگه می داشتم برای عثمان ابن عفان می دادم. و رسول الله صلی الله علیه وسلم از عثمان ابن عفان بسیار روزی که آمد ابوبکر صدیق در آمد در خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم و بعدا امو ساق پای رسول الله معلوم نشد. باز عمر ابن الخطاب در آمد به حالت نرمال بود. عثمان ابن عفان داخل شد و رسول الله صلی الله علیه وسلم پای خود را جمع کرد و گفتند که یا رسول الله عایشه پرسان کرد وقتی که اینا برآمدن که چطور ساق پای تا وقتی که عثمان داخل شد تو پوشانیدی؟ گفت من چطور حیا نکنم از کسی که فرشته ها از او حیا دارند. و این از حافظای قرآن است، از عشره مبشره است. و عثمان ابن عفان رضی الله عنه توسط اختشاشون و توسط روافض با شهادت رسید و در حالی که خانه او را محاصره کرده بودند بر سر تلاوت قرآن عظیم شان قرار داشت و اولین قطره خونش بر سر آیه مبارکه فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم در اونجا چکید. و رسول الله صلی الله علیه وسلم را در روز شهادت خود که روزه داشت در خواب دید و پیامبر برایش گفت که امروز افطار در نزد ما میکنی، الله رحمت کنه او را، قبر او را بخش جنت بگردانه و نگردانیده ان شاء الله و در روز آخرت ما را از شفاعت و همراهی و رفاقت اینا محروم نگردانه. الحمدلله که ما دوباره به جنت البقیع آمدیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا برای زیارت کردن می آمد و به ارواح صحابه دعای خیر می نمودند. رحمكم الله وغفر الله لجميعكم وأدخلكم الله في جناته النعيم برحمتك.